سالاد رستیک چیزی فراتر از یک وعده ساده غذایی بود. سالاد رستیک نمادی از زندگی روستایی و سنتیه، نمادی از زندگی بی‌آلایش و پر از مهر و محبت. در یک صبح بهاری دلانگیز، مزرعه‌ای در دل طبیعت سرسبز و آرام با نسیم خنک و صدای پرندگان آغاز روز را جشن می‌گرفت. در این گوشه از این مزرعه زن مهربان روستایی با دقت و محبت محصولات تازه را برداشت می‌کرد و به سمت آشپزخانه دنج و چوبی خود میرفت. او میخواست یک سالاد رستیک دلفریب آماده کنه. سالاد رستیک در مزرعه سالادی ساده و در عین حال پر از طعم‌های طبیعی بود. سبزیجات تازه همچون کاهو، گوجه فرنگی، خیار و هویج از زمین‌های خود برداشت شده بودند و در کنار هم قرار می‌گرفتند. دانه‌های آفتابگردان و پنیر تازه گاوی که خود از شیر خوشمزه‌ای در همان مزرعه تولید شده بود به سالاد افزوده می‌شد. این سالاد نه تنها طعم دلپذیری داشت، بلکه هر لقمه از آن یادآور دسترنج و زحمات شبانه روزی پیرزن روستایی بود. طعم سبزیجات تازه و پنیر محلی در کنار روغن زیتون طبیعی که خود از درختان زیتون مزرعه برداشت شده بود با آن طعمی خاص و اصیل می‌داد. این سالاد بیشتر از یک غذا بود، نمادی از زندگی ساده و خوشبختی که در دل طبیعت و با دست‌های خود به دست آمده بود. سالاد رستیک در مزرعه بیشتر از هر چیزی نشان دهنده ارتباط عمیق انسان با طبیعت و تولیدات بومی بود که در نهایت به یک وعده غذایی سالم و لذیذ تبدیل می‌شد. با گذر از تعطیلی‌ها و جشن‌ها، زندگی در مزرعه دوباره به حالت عادی برگشت. اما یک روز عصر، همانطور که خورشید به آرامی در افق غروب می‌کرد و سایه‌های درختان در دشت درازتر می‌شد، مادر بزرگ روستا دوباره به آشپزخانه خود رفت و دست به کار شد. این بار او تصمیم داشت سالادی متفاوت از همان سالاد رستیک درست کند، اما با کمی تغییر. می‌خواست این سالاد را به یاد آن روزهای پر از شادی و جشن بیافریند. سبزی‌های تازه از مزرعه که هنوز هم در زمین‌های حاصلخیز روستا می‌روییدند، در سبدهای بزرگ چیده شدند. این سبزی‌ها با دست‌های پر از زحمت برداشت شده بودند، همانطور که در فصل‌های گذشته همیشه این کار انجام می‌شد. در کنار این سبزی‌های خوشرنگ، دانه‌های گندم تازه، سیب‌زمینی‌های کوچک و شیرین و گوجه‌های رسیده و آبدار قرار داشتند. مادر بزرگ با دقت و توجه تمامی این مواد را خرد کرد و به سالاد رستیک اضافه کرد. به یاد روزهای جشن، او کمی عسل طبیعی و روغن زیتون در آن چکاند تا طعمی به یاد ماندنی و لذت بخش ایجاد شود. در این روز سالاد رستیک دیگر فقط یک وعده غذا نبود. این یک ارتباط با زمین و طبیعت بود. هر برگ کاهو، هر دانه گندم و هر گوجه فرنگی یادآور لحظه‌های زیبای گذشته بود. از روزهایی که اهالی روستا با دلی شاد در کنار هم بودند و زندگی ساده و صمیمی را تجربه می‌کردند. وقتی که سالاد آماده شد، مادر بزرگ آن را سر سفره آورد و خانواده گرد هم نشستند. طعم سالاد رستیک بیشتر از هر چیز خوشایند به نظر می‌رسید، زیرا در هر لقمه آن نه تنها طعم طبیعت، بلکه طعم عشق و دوستی نیز حس می‌شد. در آن لحظه همه متوجه شدند که زندگی ساده وقتی در کنار خانواده باشه به یک جشن همیشگی تبدیل میشه. همانطور که یک سالاد رستیک به نمادی از این شادی تبدیل شد. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و کانال ویلیج وایبز رو سابسکرایب کنید. با تشکر.